از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. کشور ما دارای امکانیتی وسیع از جهت منطقه‌های سیاحی بوده، استفاده ثمرناک آن باعث بالاروی سطح زندگی اهالی جمهوری خواهد شد. با استفاده از طبیعت زیبای و چشمه‌های بی‌حساب، کوه‌های سربفلک و مکان‌های تاریخی دقت جلب کننده و از زیارتگاه‌های کشورمان این ساحه را رشد باید دهیم و آن را به ساحه سردرآمد و منفعتناک تبدیل داده به نفع کشور و خلقمان با ثمر استفاده بریم. سلام سرشار از مهر و محبت نثارتان شنوندگان و هواداران برنامه‌های رادیوی تاجیکستان، مخصوصاً برنامه خورم دیار. اینک برنامه خورم دیار را باز از مکان‌های جالب و نظربای وطنی عزیزمان تاجیکستان پیشنهادتان می‌نماییم. امروز نیز شاهد زیبایی‌های یکی از ناحیه‌های کشورمان ورزاب خواهیم شد و از تاریخ و فرهنگ این ناحیه با خبر خواهیم گشت. بخشی چند دلیل. در بخش اولی برنامه چند از دلیل‌های مهم ناحیه را یادآور شدن به مورد است. ناحیه ورزاب تابع وادی حصار بوده در 25 کیلومتری شهر دوشنبه در پهنای قطارکوه حصار جای دارد. موضع‌های مشهور سیومه که آب سیومه از آن سرچشمه می‌گیرد و سفیدره در حدود همین ناحیه تابع مرکز قرار دارند. شاهراه ورزاب از نگاه اقتصادی و اجتماعی مهم بوده، قسمت عظیم صنعتی کشور ولایت سوغد را به پایتخت می‌پیوندد و از شاهراه‌های اساسی ابریشم محسوب می‌یابد. این ناحیه از روی معلومات 29 اکتبر سال 1939 در ترکیب استالین‌آباد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافته است. ناحیه ورزاب گرچند در سالهای 30 عصر گذشته تأسیس یافته باشد هم، ولی بعداً سالهای زیاد در حیات ناحیه رودکی بود و در سالهای استقلال باز ناحیه علاهیده گردید. بخشی در هوای دیار. ساحه سیاحی در تاجیکستان ساحه افضلیتناک اقتصاد ملی اعتراف گردیده، در این سمت چاره‌بینی‌های زیاد عملی گردیدند. طوری از تحلیل کارشناسان برمی‌آید امروز در اکثر مملکت‌ها سیاحی یکی از ساحه‌های سردرآمدترین اقتصادیات به حساب می‌رود. در اکثر کشورهای دنیا قسم زیادی درآمد بودجه دولت از حساب سیاحی است. دولت‌هایی که طبیعت زیبا و تاریخ قدیمی دارند از این دستاورد خود وسیع استفاده برده به بودجه خود درآمد زیاد می‌آورند. ناحیه ورزاب واقعاً منطقه سیاحی است. هر نفر این نام را میشنود سراول به سرش استراحت کنار دریای پرتوغیان، زیر کوههای پراسرار و مجموعاً سیاحت کردن میرسد. ورزاب منطقه خاصی سیاحی بیرون از شهری به حساب رفته، اکثر مهمانان و ساکنان پایتخت را با آغوش خود میکشد. ناحیه ورزاب برای رشد ساحه‌های گوناگون کشور، مخصوصاً ساحه سیاحی و طبیعتگردی شرایط خوبی را داراست. میباید در همه فصل این امکانات را استفاده برد. واقعاً هم در سالهای استقلال دولتی ناحیه رشد دیگرگونه‌ای را صاحب گردید که خودی همین سال افتتاح مهمانخانه بهار فرل در شفت چپ دریای ورزاب در نزد پل دهه چارباغ با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از مثالهای عیان رشد ساحه محسوب می‌یابد. بخش دامان گلفشار. ناحیه ورزاب از نگاه گئوگرافی در وادی حصار جای دارد. در شمال با ناحیه عینی از ناحیه‌های ولایت سوغد، در غرب با شهر حصار،
در جنوب با ناحیه رودکی و شهر دوشنبه، در شرق با شهر وحدت هم مرز است. از سوی جنوب به گوشه‌های شمالی شهر دوشنبه می‌پیوندد. پهنای این ناحیه 1656 کیلومتر کوادراتی است. از شمال ناحیه ورزاب به جنوب آن رود ورزاب می‌گذرد که به دریای کافرنیهان می‌ریزد. از ناحیه راه ماشینگرد دوشنبه خوجند چناق تا سرحد ازبکستان می‌گذرد که آن سوی نقب استقلال در عقبه انزاب روان است. در ناحیه ورزاب قریب 80 مؤسسه تعلیمی وجود دارد. روزنامه محلی ورزاب رویدادهای مختلف ناحیه را هر ماه 2 مرتبه نشر می‌کند. ناحیه از جماعت‌های زیرین ترکیب یافته است: تکاب، عینی، ورزاب قلعه، دهملیک، زیده، لوچاب و چارباغ. جماعت دهات عینی باشد فراگیر دهه‌های دره خرنگان و اطراف است که با طبیعت الهیده بی‌نظیرش سیاحان زیادی را با آغوش خود کشیده است. جماعت دهات ورزاب قلعه از منطقه‌های مرکزی به حساب می‌یابد و نوابسته از شرایط تنگی گئوگرافی و رلیف آبادی‌های زیاد حسن آن را دیگر کرده است. زیده در میان جماعت‌های ناحیه از نگاه طبیعت زیبا و ناتکرار و موضع‌های تاریخی و تماشایی و طبابتی نظیر ندارد. شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه خرمدیار از ناحیه زیبا منظری ورزاب. امیدوارم که سفر امروزه به شما پسند آمد و توانستیم شما را با زیبایی‌های این گوشه بهشت‌آسا آشنا نماییم. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر و راوی بنده گنجینه رجبزاده و کارگردان برنامه جمعه‌خانی مراد. تا برنامه‌های آینده تن صحت و خانه آباد باشد. عاشق شدم به سبکی آبی روانی ورزا. عاشق شدم به سبکی آبی روانی ورزا. خوش موج جوی شیرش خوش جسم و جان ورزا. خوش جسم و جان ورزا. کوهش که در سکوت است سر تا به پا سراد است. چون حافظی غزل دان چون پاسبانی ورزا. چون پاسبانی ورزا. عاشق اگر نباشی اینجا نمیپسندم. عاشق نواز باشد پیر و جوانی ورزا. گل و دخترانی اینجا دل داده جان ستانم. ارزد که جان سپاری بر دل برانی ورزا. بر دل برانی ورزا.
چشمش هر چشمش هر چشمش غزل خون هر سنگیان غزل دون هر چشمش هر چشمش هر چشمش غزل خون هر سنگیان غزل دون عمری دوباره بخشد شیرین زبانی ورزو شیرین زبانی ورزو سنگش و بالینی خون ریگش و قالینی جو گل دامنی عروسان گل پریانی ورزو گل پریانی ورزو عاشق 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 اگر نباشی اینجا نمیپسندن عاشق 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 نباز باشد پیر و جوانی ورزو اینجا که عاشقانه از عشق جاویدانه ما نیز جاویدانه چون عاشقانه ورزو چون عاشقانه ورزو عاشق شدم عاشق شدم عاشق شدم بساکی آبی روانی ورزو